یک مرد پیش پسرچه‌اش میبیا. پسرکی 10 ساله داشته است. میگه بچه‌م تیار بشه یه جا میریم. میگه پدر جان کجا میریم؟ میگه باغ همسایه میریم سیب دزدی. سبحان الله. پدر به فرزند دزدی را نشون میده. تیار شو. میگه بچه جان سیب دزدی میریم. بچه‌ک در حیرت میفته که میگه آخی پدری من چقدر انسانی مقصد بزرگ ولی باز نام دزدی را میگیرد. میگه که پدر من یگان چی بگم اما دلش نمیشه و حرکت میکنن در سوی باغ. وقتی که پدرش بالای درخت سیب میبره میگه پسر جان یگان کس که اگر که دیدی آمده است باشه مرا خبر بکن. مرا خبر بکن تا اینکه ما را صاحب باغ نبینه. وقتی که پدرش میگه خیلی سیب انا چیند و در درون خلطش بار کرده و پسرک این پایان گفت که پدر جان ما را یک نفر میبینه. پدر جان ما را یک نفر میبینه. ای پدرش باشه زود از تاری درخت فرا آمد و گفت کنی پسر جان کنی پسر جان. پسرک سرکش خم کرد و گفت پدر ما یا همه خداوند میبیند که ما را آفریده. سبحان الله. پسرکی 10 ساله این سخن در پدرش گفت. پدرش وقتی که این سخن فرزندش شنید که ما را خدایی که آفرید است اون ما را میبینه همه سیبکاش در زمین ریخت و جویان صاحبی باغ شدن. جویان صاحبی باغ شدن و صاحبی باغ یافتن. از او بخشش پرسیدن و این صاحبی باغ باشه چند قدر زمینشه برای ای. یعنی که گفت که این زمین مرا چند قدر شه که انا میخواهی بگیر خودت انشالله زراعت بکه و این چند درخت سیبی که هست همین از خدا کد فقط همین که به خاطر الله. بینه که یک پسرک شد. سبب چی کار شد؟ چی کار شد؟ پدرش صاحبی باغ شد. صاحبی باغ شد. به خاطر چی؟ به خاطر که توبه کرد. توبه کرد و گفت من باید صاحب ای باغ بیابم و از او بخشش بپرسم. ما هم که اگر امروز انشاءالله یک چیز به خاطر الله ترک میکنیم و به خاطر الله یک برادرمان را دوست میداریم پس یقین بدانیم که خدا ما را دوست میداره. یقین بدانیم که الله مهربان ما را دوست میداره. خب برادرای عزیز خداوند ما و شما را نگهبان باشه. انا باز خداوند خواسته باشه کم کم انشالله قصه ها میکنیم درس ها انشالله در همین کانال تربیتی میگذاریم و حتما برادرای جان در کانال کسی که میهمان آبونه شوید تا اینکه انشالله ای دیگر قصه های ما محروم نمانید و از قصه های بهترین ما انشالله با خبر باشید. در حق بنده میرزا محمود با دعا باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.